سلام از سایدی امیدم در هر جای دنیا که هستم کیلومتر جور باشم آرام باشم دیگه سایدی رو همونطور که روشنی ماره وضعیت از من روشنی که ما شفاخانه هستم و دلیل از اینکه ما در یوتیوب نبودم هم موقع و دلیل از اینکه ما البته نفرا که بودن ما روش نمیکردن زوریا بلیه مسیج می‌نوشتن که کجا هستی هیچ فعالیتش نمیده به یوتیوب و می‌تی که می‌گرنی که ما وضعیت خرابه هم دوم در شفاخانه چه هستم دو هفته میشه دو هفته سه هفته میشه وضعیت خرابه دیگه و سایدی امی قصدش موقعیم که این بلدش مثال خلق میشه چه نازنین دیگه وضعیت انداخته شده چون که ما دلیل از ما این میگن که ما چرای رنگ گشتم چرای رقم شدم چون که ما موتر یاد میگرفتم تقریبا 2 ماه 3 ماه میشه تازه فعالیت میکردم دبل موتر که یاد بگیرم شوقشم نشدم اون موتر فهمیدی هم موتر گرفتم زدم آگاه کنم خود گرفتم دیدم وضعیت انداختم دیگه زیاد دیگه حالم خراب شد و هم موتر مردم که کرایه بود که ما را یاد میداد هر چه زوم دبلیز ما شد از سایدی لون تکوشن خود من داشت خواهیم سی هفتم شده و اما تکوشن روشنی سرم روشنی پایم روشنی وضعیتم زیاد خرابه دعا کنیم که انشالله زودتر خوب شنم شفا پیدا کنم خانه کنم و علم ترست فقط بلدشون بگیم که از سایدی خیال خوب بگیریم کسایی که موتر مدر پشت فرمان میشه خیال خوب بگیریم فکرشون دیگه جای نشنه وقتی پشت فرمان میشیم فکر دیگه جای نکن روش دیگه جای نکن فقط روشیم فکرشون سنوز چیز باشه پشت فرمان که میشیم روشیم سنوز موتر باشه که مبرین خدا نخواسته دیگه جایی نزنه خودون خواه نکنید این می چیزا داره دیگه که ما فکرم نبود وشم نبود اصلا ما رفتم زدم مرکز مطمئن شدم 100% مطمئن شدم که ما یاد گرفتم دیگه در صورت که یاد نگرفتم در صورت یاد گرفتم مثلا تمام و خلاصه زدم دیگه این کم کنم خود را دعا کنم بلدیز من که انشالله زودتر صحت نشنم جور شم نستایده سرم دیگه زیاد درد میکرد خوب مضبوط والدم زو فرمان خورده دیگه پای ماما مرقم ده زیاد درد میکرد و قصد درد میکرد که ویم رو بخی بور میکرد دیگه سریم مام خلاص نمشد بخی بد مام دادم زو شفاخانه دست مام درد میکرد بخی رنگ دست های مام دیگه رقم شده دست کم شور میدم دکتر میگفت زیاد شور ندینه درس زیاد میشه دیگه ورک شور میدادم احساس بد میکردم قصد درد میکرد درد و جوری فکر میکردم بیجور شدم دوستای عزیز تشکر یک دنیا بازم که همیشه ما را حمایت مید و دنبال مستین ویدیوهای مسینید تشکر از تمام شیم و خانه مو کسای آباد که همده ما از نزدیک و ما روش کده در پرسانی منده اونا خبر شدن آمادن دیگه خب بلدیم زاد زنگ میزدن تو کجای تو چرا از نیت والا یا از سیم والا چرا خاموشی و فلاینی چرا گومی دیگه و خلاصه ما گفتم دیگه که تاشا نمونه امین که خبر بد ایچ وقت تاشا نمونه خودش من خبر این دیگه دستم بخشش باشه از سایده دیگه دستم زاد درد نه دیگه اون موتر که گبار خود گفتم بلدشم که در پرسانیم نفر آمدن بعضی نایش نمدن دیگه گله نکنم شاید بله شلوغ باشه شاید هم بیکار نیستن که باید و خانه امزو کسایش آمدن که آمدن دیگه این متر که وضعیت از من میگرنید بلدیم دعا کن انشالله زودتر خوب شدم دیگه سایدیم زود من دامشون گپ زده نمیتونم وضعیتم خرابه دیگه زود درد دارم قصد درد دارم از پایم از سرم از دستم زیاد درد دارم بد هستم بیخی دیگه شاید بعض نفرا بود یا که نازنین چه قصد خرابه فیشن کده ما زیاد روی موی ماما ماس کدد دیگه امی سرم کسته در خودم زو فرمان شکسته دمزو ما کم خورد سرم و باش درد نبازم خاطر اینی صورت ما ماس کدد دیگه ماز یکم فیشن کدم که بخاطر که گفتم یک ولاگم بگیرم یک ویدیوم بگیرم بلدشم که ما در یه 3 مدت کجا بودم و چه کارا میکردم اینی کارا میکردم که وضع که دنزی وضع
این در لیستاش نید در شفاخانه هاش انداختگی دیگه شکر که جورین شکر که خوبین موضوع خوب باشین از زایدی بازم دیگه از ما گفته بود دیگه شما شنیده بود و بلش میگم که همیشه دنبال کن ویدیوهایم را و زنگوله کن سابسکرایب حتما کنید از یادتون نره دیگه شکر که جورین شکر که خوبین دیگه زیاد گپستا نمیتونم معلوم زیاد خرابه دیگه شکر که جورین دیگه تا ویدیوی دیگه خداحافظ Çok özür dilerim.